پات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیا پات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو د پلار نکای دی ردا راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاور زموږ کعبه ده زموږ د پلار نکای دی ردا راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ما مقابل وایت هاوس هستیم موتر پارک کردیم اینجا میخواهیم که با پیغام خدا برای تمام مردم بدیم پارک وایت هاوس است در پیشروی وایت هاوس است ما خانه کنیم فیلمگیری کردیم و مسیج خدا برای با ما میتیم Okay, I'm in front of the White House و در مقابل White House هستیم مسیج خدا میخوایم برای پرزیدنت اوباما و پرزیدنت بایدن بدیم که در آینده باید پاکستان فتح نکنه و این مسیج رو به تمام افغان‌ها در مملکت هستند باید این کار کنند در مرکز برن مسیج خدا برای رئیس‌های جمهورش برساند قرار که شما میبینید بسیار زیاد تشکر سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام احترامات قلبی خود خدمت شما تقدیم میکنم. امید است که در جایی که هستین افغانای عزیز گلم با صحت، آرام و جور باشین و در این حال رمضان مبارک به شما تبریک عرض میکنم. در این برنامه قراره که شما خبر هستین یا نیستین، ما رفته بدیم افغانستان. تمام موظفین دیورنجرگه از اروپا رفته بود افغانستان و در این حال موضوعاتی که در افغانستان واقع شد و راپوری حقیقی و واقعیش به شما میتونم. در این حال ما سفر کرده بودیم در اواخر در اروپا، سفر در بلژیم کرده بودیم و ملاقات داشتیم با قنصل سفارت هند، ملاقات داشتیم با رئیس عمومی کمیسیون پلیس یا کمیشنر عمومی پلیس بلژیم، ملاقات داشتیم با سفیر افغانستان در بلژیم و افغانای عزیز در بلژیم. پیش از این که ما موضوعات مربوط افغانستان تشریح کنم و ایره ما میگم که پارسال وقتی که ما در افغانستان رفتیم، ما برای آیسای گفتیم که لطفاً فعالیت هایتان در افغانستان از بین ببرین، چرا شما تعلق ندارین که در داخل خود افغانستان شما فعالیت کنین. این از نظر اسلامیم روانی است، از نظر حقوق بین الدول هم روانی است که شما بیاید روان کنین جاسوسایتان در داخل خاک افغانستان، افغانای عزیز ما را به قتل و قتال برسانه. ما شما را گفتیم که این کارتان کار مسلمانی نیست، خصوصا او جنرالایی که پشتون هستند و اونا با مقابل پشتونای خود، افغانای خود فعالیت میکنن. به اساس امی رفتنای ما در داخل خاک افغانستان و تشریع حقوق افغان ها، یعنی وضاحت دادن فعالیت‌های غیر قانونی آیسای در داخل خود افغانستان و مداخله غیر قانونی پاکستان بالای افغانستان و تعرض اردوی پاکستان بالای افغانستان، ما رفتیم وظیفه خود دانستیم که بریم در افغانستان از نزدیک با برادرها و خواهرای خود ما صحبت کنیم و ما در اونجا گفتیم که آیسای ما در مقابلت حرکت میکنیم. ما سال گذشته هم یک تعداد کثیری از برادرها و خواهرای عزیز ما حاضر به این بودن که کمک کنن و بیخی صبر و حوصله مردم افغانستان با آخر رسیده. اگر امی مداخله قوای نظامی پاکستان در افغانستان نباشه و قوای نظامی پاکستان زیر کنترل آیسای نباشه، در افغانستان صلح است. ما هیچ کس را در افغانستان ضرورت نداریم. ما دوباره پس میریم با وطن خود، در وطن خود زندگی میکنیم. هیچ کس علاقمند نیست که در ملکای امریکا و اروپا زندگی کنه. به این اساس وظیفه خود دانستم که ما پارسال برم در داخل افغانستان و بعضی موضوعات تلویزیون ما تشریح بدیم و افغانای عزیز گفتیم که او برادرای عزیز، او پشتونای عزیز، وظیفه شماست که شما ایوازی که بیاین بالای افغانستان مادر وطنتان حمله کنین و مادر وطنتان صدمه بتین و افغانای عزیزتان به شهادت برسانین، تفنگتان دور بتین به طرف آیسای و اردوی نظامی پاکستان. برازی که شما تعلق دارین با افغانستان عزیز، نه با پنجابی ها با شما وجه مشترک ندارن. به این اساس ما میخواهیم که یک ویدیو کلیپ نشان، پیش از که ما ویدیو کلیپ نشان بتم، هر کسی که افغان ها است، این طالبا، برادرای طالب، هر کسی که است، این عملی را که بالای دفتر آیسای کرده در سند، در سکور، این عملیشان عملیست برای دفاع از خاک و
و ناموس مردم افغانستان. این حملهشان دفاع از خاک و ناموس مردم افغانستان. شما ببینین که کلگی گپ از آیسای میزنه که آیسای اتر است، آیسای اتر است، آیسای هیچ چیزی نیست. شما دیدین که 10 نفر مجاهد طالب ما رفتن آیسای امنیت خود گرفتن نتانسته بود. آیسای امنیت خود گرفتن نتانسته بود. ما میخوایم این ویدیو کلیپ نشان بتم، باز ما پس میایم، لطفا با ما باشین. راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو بل خاور د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو بل خاور د خپل ځان کو پلار نکای دیردا راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاور زمکا بدا موږ پلار نکای دیردا راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو قولنیکو لرنکم غلامانو زمالم پټول جهان کو سیمات دل خانیکو مقبول پنو قولنیکو لرنکم غلامانو زمالم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو با عرض احترام مجدد سوال مهمی است آیسای یا اردوی پاکستان شما چه حق دارین بالای افغانستان و در امور داخلی افغانستان شما مداخله کنین؟ شما باید معذرت بخواین از مردم افغانستان و از دولت افغانستان
برای که شما هستین که خاکای ما را در کنترلتان دارین. شما هستین که از دارایی مردم افغانستان استفاده میکنین در مناطق دیورند ما. شما هستین که افغانای ما را در مناطق دیورند میکشین. شما هستین که بی‌عدالتی را بالای افغانای ما تعمیل میکنین. شما هستین که 8000 سران قومی و اشخاص ملی مردم افغانستان در بالای خط دیورند از بین بردین. لیدرهای ملی ما را از بین بردین. شما چی میکنین در داخل افغانستان؟ با کدام اساس؟ این جوابی بین المللی باید تیر در نظر بگیره. کی حرکت دوم ماست که باید ما جوامع بین المللی مسئول بپنداریم. چرا امریکا، چرا انگلستان، چرا ممالک ناتو این موضوع رو درک نکردن تا باله؟ هر روز 200 نفر، 300 نفر، 1.5 افغان شهید میشه، انفجاری روان میکنه آیسای پاکستان. برای قابل قبول نیست که این ممالک ناتو و امریکا نفهمه. و می اساس ما سفر داشتم در بلژیم می آخر. I will propose to you, ISI, you should leave Afghan people alone. Nobody is afraid of you. Nobody. افغانای گل عزیز ما، امو کسایی که امو برادرایی که حمله کردن بالای مرکز آیسای، شما قهرمانان ملی هستین. و ای که ما در افغانستان رفتیم مسئولیت ملی خود با مادر وطن اجرا کردیم، ما خداوند جل جلاله را شکرگزار هستم. ما میخواهیم که این ویدیو کلیپ یک دفعه دیگه نشان بدم باز رفتن خدا به افغانستان، موضوع طالبان، موضوع راه حل و سایر موضوعات به شکل واقعیش، نه ای که باز کسا روزنامه را میخونه، باز روزنامه قضاوت میکنه و باز مردم افغانستان و مردم اروپا و امریکا و روزنامه را میشنوه، اونا متاثر میشن و کلش دپرس میشن. بیادر در افغانستان او شرایط نیست. ما به شما بسیار خبری خوش دارم از افغانستان. لطفا این ویدیو کلیپ رو ببینین، باز ما سر سفر افغانستان میاییم. تشکر. افغانستان کو یو موټی یو قوت سو بل خاور د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو بل خاور د خپل ځان کو پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاور زموږ کعبه ده زموږ د پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو
راسي افغانانو صحابات افغانستان کو یو مټي یو قوت سو بل خاور د خپل ځان کو یو مټي یو قوت سو بل خاور د خپل ځان کو لرنکم غلامان نو زمالم پټول جهان کو سیمات دل خانی کو مقبول بنو قولنی کو لرنکم غلامان نو زمالم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو مټي یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راسي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو با عرض احترام مجدد خواهش جدی ما است که از برادرای مجاهد ما اونا که در زمان حمله روس ها جهاد کردن در مقابل روس ها لطفاً با ایسای همکاری نکنن چرا مسئولیت اونا با مقابل افغانستان است یعنی در مقابل وطن خود اول شما مسئولیت دارین بعد از او شما باید فکرتان از طرف مایسای بخی جمع کنین برای که ما در افغانستان بودم تمام مردم ما صرف حقایق میگم ما ایره نمیگم که کلگی از خدا ناخواسته تنها او کسایی که او فیصدی بسیار کمی که همکاری میکنه با ایسای لطفاً شما همکاریتان کم کنین مردم افغانستان شما را میشناسه و روز شما جوابدهی خواهد بدین افغانستان به این شکلش نمیمونه افغانستان اشخاص ملی زیاد داره شعرها داره شعرهای واقعی که فعلا خاموش هستن و در فعالیت شروع کردن دیگه این خوب خواهد شد که شما همون کسای محدودی که با ایسا شما کمک میکنین و ارتباط دارین شما لطفاً این رو در نظر بگیرین که شما هیچ وقت کت پنجابیا وجه مشترک پیدا کردن نمیتونین شما را به حیث نوکر استفاده میکنه و افغانای عزیز و گرامی که در پشتونای ما که کت از اینا هم کاری دارین شما این فکر کنین که شما را سالها استثمار کرده و شما را به حیث نوکر استفاده میکنه ما این موضوع را براتون بگویم و میخواهیم به طور خلاصه رفتن افغانستان با شما تشریح بدیم با موضوعات طالبان که ما چطور میتونیم که پرابلم طالبان را حل و فصل کنیم ما یک طرح داریم که او را ما میگم طرح متین او را ما پیشنهاد میکنیم در یک ماه گذشته ما رفتیم افغانستان و پیش از اینکه ما تشریح کنم ما بگویم فلسفه دیورنجرگه چی است فلسفه دیورنجرگه مثل یک فامیل است مثل که ما یک فامیل خود
از اون نگهداری میکنیم، که از اون رابطه داریم، که از اون زندگی میکنیم. دیورنجرگه هم به می ترتیب امی کانسپت ما نگاه کردیم. ما مشکلات خود میگیم، پرابلمایی که هست ما میگیم، اما کلش بر طبق صداقت و یک موضوع، یک روحیه ملی در بین ما است و او روحیه ملی ما است که خدمت به افغانستان، خدمت به مادر وطن. ما از برادرای عالی قدر خود، از رئیس دیورنجرگه جرمنی شریف جان حمید تشکر میکنم که اونا هم در افغانستان تشریف آوردن. از آقای عبدالرحمن احمدی تشکر میکنم که اونا همه پیشتر در افغانستان رفتن و زحمت های خود شروع کردن و پولای انگفت ردهی را به مصرف رساندن. اردوی اینا، یعنی نظر به تقاضا، و ما از فامیلای اینا تشکر میکنم. ما از آقای استانکزی صاحب تشکر میکنم که اونا هم یک جا با ما به داخل افغانستان رفتن. ما از آقای استانکزی صاحب رئیس دیورنجرگه هالند، ما از شنواری صاحب تشکر میکنم که رئیس دیورنجرگه بلژیم هستن، در افغانستان تشریف آوردن، فعالیت خود کردن. ما از آقای گلبهار قیام تشکر میکنم، اما نظر به مشکلاتی که داشتن، مشکلاتی که بزنس نتانستن که اونا تشریف بیارن، اما اونا با ما بودن. و ما از خوار عزیز و گرامیم سبا توخی که معاون دیورنجرگه هالند تشکر میکنم که اونا هر روز تلفن میکردن. حتی در تلفن بعضی وقتا ما فکر میکنم از بس که تشویش میکردن اشکایشون هم میامد. یعنی واقعا محترمه خانم صبا، خوار عزیز گرامی ما قدرتان بالای ما است، بالای تمام مردا که در افغانستان هستند. شما بی اندازه در قسمت از بین بردن مشکلات مردم افغانستان سعی توجه دارین. خداوند شما را خیر بده. ما رفتیم، وقتی که ما در افغانستان رسیدیم، قرار گفته توسط دوستا و رفیقای ما از وزارت دفاع و ملی و سایر ارگانا گفتن که در حدود 165 انتحاری بیرون آمده، یعنی در داخل فعالیت داره. و ما اطلاع دادن. خب به هر صورت یک نفر زنده میمونه یا یک نفر شهید میشه یا میمونه، کل تقدیرش به دست خداوند جل جلاله است. و ما کدام حراسی نداشتیم. شهادت بهترین راه برای یک مسلمان که بخواهد به وطن خود، با هموطنان خود خدمت کنه. ما چون رفته بدیم با روحیه خدمت در داخل افغانستان، ما را چیز استاد کرده نمیتونست بغیر از این که خود ما بخواهیم. یعنی به این معنا که حراس ما نداشتیم. شخصا خود ما به از خود گپ میزنم. و دیگه ای که ما از ارگانهای امنیتی دولت افغانستان تشکر میکنیم، از وزارت دفاع ما تشکر میکنم، از پلیس ملی ما تشکر میکنم، خصوصا آقای پتنگ که یک شخص زحمتکش، یک شخص ملی، تا جایی که مردم ما را گفتن، تا جایی که ما آگاهستیم، آدمی رشوتخور، آدمی نیست که وقت خود بگذرانه با خوشی. ما این از خاطر میگم که بر ما معلوم شد و مردم ما را گفتن. خب به هر صورت موضوعی است که این برادرها نظر به خواهششان کلگی تشریف آوردن در افغانستان و از خود کدم از زیادتر در قسمت اونا فکر میکردم، برای که مسئولیت کلان است، اما باز هم اونا اختیار خود داشتن. آمدن
زیر یک رویه، تحت یک رویه ملی و او خدمت به افغانستان و امی از بین بردن طلسمی که آیسای میخواد که در افغانستان داشته باشه و طلسم رفته پشت کلاهش طلسم دیگه نمونده. آیسای ما مصاحبه‌ای با تلویزیون ها داشتیم. مثلا یک مثال براتون بتم که آقای یون، تلویزیون جواندون تلویزیونی است که او طرف خط دیورند و تمام افغانای ما این تلویزیون مشاهده میکنه. بسیار مردم ها آوازار انداختن در مقابل آقای یون، اما ما در تلویزیون آقای یون ما رفتیم و ما وظیفه خود دانستیم که برای آقای یون و تلویزیونش یک تقدیرنامه بتیم و آقای یون واقعا یک آدم وطن دوست و به ترتیب این تقدیرنامه را به ما تیار کرد مراسمشه که ما تماما از رئیسای دیورنجرگه و به شمول ما کل ما به طور دست جمعی این تقدیرنامه را برای آقای یون دادیم و آقای یونی تقدیرنامه را گرفتن و ما بیانیه مختصری دادیم و آقای یون وقتی که تقدیرنامه را گرفت خودش بیانیه بسیار ملی و مختصر را ایراد کردن و خداوند آقای یون خیر بده که این باعث سرتک به سلام و خبر روز در تلویزیون خود تمام روز نشر کرد به این ترتیب که مؤسس دیورنجرگه که تمام رئیسای دیورنجرگه از اروپا و از اروپا تشریف آوردن و این تقدیرنامه را به تلویزیون ملی دادن که ما فکر میکنم که کارشان بسیار یک کار موثر بود و این کل برادرای خوارای ما داخل خود افغانستان و در ماورای خط دیورند دیده بودن. ما از آقای یون تشکر میکنم و دیگه از تلویزیون ما برنامه تلویزیونی با تلویزیون آریانا هم داشتیم که آقای بیات لطف و مرحمت کردن، تلویزیونشان ما را دعوت کردن، ما در تلویزیون آریانای افغانستان رفتیم و در اوجا در پروگرام صبحشان سوال جواب کردن و خلاصه از آقای محترم بیات تشکر میکنیم. از تلویزیون ملی تشکر میکنیم، از انزور صاحب، محمدی صاحب و از تمام رؤسای دیپارتمنتاش بسیار زیاد ما تشکر میکنیم. ما در تلویزیون ملی در حدود در 2 ساعت صبح در برنامه فارسی، 2 ساعت صبح در برنامه پشتو و سایر برنامه ها میز مدور امرای بینا صاحب 6 ما صحبت های داشتیم و این صحبت ها بسیار زیاد ما فکر میکنم که مؤثر واقع شد. چرا این واقعیت دیورند تشریح شد، نقاط استراتژیک که خود نقاط استراتژیک دیورند و ای که دولت انگلیس اعلان کرد خودش که ما خط دیورند یا مناطق دیورند باعث مناطق استراتژیک در مقابل دفاع از منافع هند برطانوی استفاده کردیم که یک خبر خوش به مردم افغانستان است. نقاط را که مردم افغانستان باید تو را بفهمن اون نقاط در تلویزیون جر بحث کردیم و واقعا ای که میگن تلویزیون ملی بود. ما از تمام کارگرانش تشکر میکنم، خداوند شما را خیر بده. و ما وقتی که در افغانستان بودم این سفر
ما برادرای گرامی ما شریف جان حمید، استانکزی صاحب، احمدی صاحب، شنواری صاحب، این به اصطلاح سفر اول ما در افغانستان به شکل مشترک بود و ما از نظر امنیتی فوق العاده تدابیر گرفته بودیم. در داخل خود اروپا فعلا وقتی که ما سفر میکنیم ما تدابیر امنیتی داریم و در امریکا دولت امریکا آگاست از موقف ما که باید ما ذکر کنیم. ما کدام دشمنی که مردم برادر پاکستان خود نداریم، اونا تمامشان برادرای ماست. ما این موضوع رو میخواهیم به شکل مسالمت آمیز این مشکل خود حل فصل کنیم. ما چرا از آیسای بترسیم؟ او چی است آیسای؟ آیسای یک مرکز اسلامی است، کل مسلمان ها کار میکنه، منافع انگلیس تامین میکنه. به این ترتیب از نظر اسلامی همین مرکزهای آیسای باید در خاک ممالک اسلامی نباشه. و چون حال فعلا انگلستان در داخل افغانستان است و اونا میخواهند که در قسمت اعمار مجدد افغانستان خدمت کنند، امید است که این صدراعظم نو انگلستان رویش تغییر کرده باشه و او پلانای کثیفی که در سابق داشت در مقابل افغانها و پشتونای ما او تغییر کرده باشه و ما بتانیم که با زودترین فرصت در افغانستان صلح و آرامی با وجود بیاید. خلاصه ما از برادر گرامی ما شریف جان حمید، احمدی صاحب، استانکزی صاحب، شنواری صاحب، هر کدام در رشته خود فوق العاده زحمت ها را کشیدن، کتما رفتن، در برنامه های تلویزیونی با رئیس های قبایل صحبت کردن، با برادران افغان ما صحبت کردن، تماما برادرها پیشینا می آمدن، هر برادر ما از خود یعنی اشخاصی می آمدن با اونا ملاقات می کردن و کل ما یک جایی می ششتیم با این برادرها، رئیس قبایل ها و مثلا رئیس قبیله یوسفزی و سایر قبایل، رئیس های دورنجرگه افغانستان پیش ما آمدن از جلال آباد و سایر ولایات، رئیس جوان ها آمدن، ملاقات های داشتیم ما. مثلا یک رئیس جوان های ولایت فاریاب به اندازه فعال است که تمام ولایت فاریاب دورنجرگه و پرابلم سردی دورند به او آگاهستند. فعلا حال شرایط دیگه است. ما برای دولت پنجابی آیسای میگم کالی اگر شما فکر کنین یک تنها صدیق متین است و رواساس اینا و معاونایشون است و اعضایشون است، حال به هزار و میلیون افغان حال کار صدیق متین میفهمه، حال کار صدیق متین میفهمه. یک موضوع مهمه که ما برای شما باید بگویم به طور خلاصه. ما وقتی که در افغانستان ما رسیدم یک ملاقات داشتیم که اشخاص به اصطلاح بزرگ و اشخاصی که سناتور بودن و رئیس های قبایل بودن و این ملاقات خودم البته داشتم که شما از ما دعوت کردن که ما شما بیاییم بشینیم و صحبت های کنیم. و وقتی که اوجا رفتم این موضوع پرابلم طالبا صحبت شد. اونا نظر مرا خواستن که آقای متین شما چی فکر میکنین در قسمت طالبا که چطور این موضوع حل فصل شود؟ ما والا واقعا ما چون در این مورد ما بسیار کار کردیم، کال یک طرح دارم. من نظریات خود بر از او برادرای گرامی خود ابراز کردم. ما گفتم که شما ببینین 13 سال امریکا و ناتو
در که یعنی امریکا عضو ناتو هست، اما ما میخوایم مشخص بسازم داخل افغانستان است. در این 13 سال اگر به عوض جنگ که هزارها هزار برادر طالب ما شهید شد و اونا هم ما البته برادرای طالب افغان خود میگم، او کسایی که در قسمت کشتار مردم افغانستان در افغانستان آمده بود در چهره طالب، او خود دشمن ماست. اینا میتونستند در این 13 سال اگر یک راه صحیح به اینا پیشنهاد میشد بسیار از این شرایط مفاد ببرن. مثلا مثالش بتیم که مناطقی که اونا زندگی میکنن از نظر رشد اقتصادی، از نظر صحی، از نظر شکل زندگی بسیار عقب مانده است. حال وقت کشتار و قتل یا به خیالم از کم کهنه شده، اینا میتونستند که با موجودیت اینا داخل افغانستان و شرایط مثبتی که اینا داشتن از او استفاده کنن. به این ترتیب باز ما رفتیم در جزئیات که باز ما جزئیاتش پسانتر بر پلان جزئیاتش براتون تشریح میکنم و ایبتر چی است ایبتر ذکر میکنیم. این برادرها در اینجا این موضوعاتی که ما صحبت کردم اینا خوششان آمد و دفعتا استاد شدن، گفته که ما میخواهیم که خودت آقای متین باعث نماینده ما گفت که ما برادرای طالبایی که در قطر رفتن شما برین همراه از اینا گپ بزنین و موضوعاتی که شما ما گپ زدین این موضوعات به اطلاع از اونا برسانین که ما بتونیم که می پرابلم ملی مردم افغانستان حل کنیم. ما واقعا گفتم که ما نمیخوایم که حالا بریم شما احساساتی نشین، در خطر نمیرم برای از اینکه این موضوع بین دولت افغانستان و دولت امریکاست و ما حال خوش هستم که ما اوجا نرفتم. پیش از اینکه ما سر از این طرح صحبت کنم ما ایره براتون بگویم که برادرای طالب ما فعلا در شورای کویته و در اون طرف خط دیورند حاضر نیستن که زیر یوغ پاکستان کار کنن. ما خبر شدم که یک دی از طالبا را بندی کرد در پاکستان، یک دی طالبا را زیر فشار آوردن، کیداد سرش وضع کردن برای از اینکه آیسای پاکستان یا دولت نظامی پاکستان اونا را گفت که شما برین در قطر بیانیه ایراد کنین. شما دیدین که تابال اگر ما اشتباه نکرده باشم او مرکز غیر فعال از راکد است که آل پاکستان و آیسای در شرایط چی میگه همونطور گنگ همونطور نمیفهمه که چی شرایط برش دست داده گنگس. در این شرایط دولت آیسای قرار گرفته اینا را بسیار فشار میتن که شما ما نگفتم تا آیسای که یک وقت مردم افغانستان تو را موش میسازه، وقتی که تو را موش ساخت باز از دنبت میگیره برای پشک مندازی تا و آل شروعش است. ما گفتیم میتونه که مردم افغانستان از احمد شاه بابا، از میرویس نیگه،
از امان الله خان، از داود خان شهید گرفته دائما این جد و جهد کرده بود که برادرای افغان ما را اون طرف خط دیورند آزاد بسازه، اما او شرایط فرق میکرد. اما ما فعلا به این حالت رسیدیم که ما بتانیم که در داخل افغانستان در ماورای خط دیورند او طرف خط دیورند ما هستیم ارتباطات بسیار زیاد قوی برقرار کنیم که البته او را ما خودم میفهم و برادرای افغان ما افتخار به این میکنم که طالبان فعلا نمیخواهد که در قطر با نظریات و گفته های پاکستان همکاری کنن و اونا را اسیر گرفته به اصطلاح آیسای پاکستان. که یک خبر خوش است، ما شما خبر بودین نبودین، امروز با ما از افغانستان و از افغانستان یک تلفن اومد و دوستای ما تلفن کردن که این موضوع را به ما تشریح کردن. ما یعنی نمیگم ما زیستا کچنه وروریم، تنها این موضوعات ما سرش کار کردیم. پیشنهادی که ما برای حل مسئله طالبان و امی کمیسیون صلح یا شورای صلح که کرزی صاحب کرده بود، ما این پیشنهاد بر شما میخوانم و ما بالای کرزی صاحب صدا میکنم که به این توجه کنه و ما بالای طالبان برادرای طالب افغان ما صدا میکنم و ما بالای مردم افغانستان صدا میکنم که باید ما شما یک جا شویم، ایمی پرابلم ناراضی بودن برادرای طالب خدا حل فصل کنیم به اساس از این پیشنهاد. پیشنهاد اول، چون برادرای طالب ما دمی جریان 13 سال از تمام مزایای زندگی برامند نبودن، یعنی امتیازات از پیششان گرفته شده بود. این پیشنهاد اول، چون امتیازات از پیششان گرفته شده بود، شما برین در مناطقی که برادرای پشتون و طالب ما طالب نمیگم، افغان ما و نظر زیر نظریات اسلامی طالبی که اومد است او نظرشون هم تغییر کنه و نظریات اسلامی محمدی و محمدی تبدیل شود که محمد صلی الله علیه و سلم چطور تانست که اسلام در تمام دنیا تشریح و تبلیغ کنه که امروز بزرگترین دین است از نظر از نظر رشد خود. شما برین ببینید مناطق پشتون نشینه و شما او را مقایسه کنید با دیگر مناطق. پیشنهاد است که این برادرها باید قدر شود، برادرای طالب ما قدر شود. چطور؟ این که اونا بتانن به طور دست جمعی از اون طرف خط دیورند داخل افغانستان عزیز ما بیاین، این موضوع است که باید صحبت شود. باید ما از جلال آباد تا ترخم، از کابل، تمام مردم افغانستان، از ارک ریاست جمهوری تا منطقه پلوچرخی، اگر برادرای طالب ما موافقه کنن، صف زده شود با دستگلایی که شما میفهمین برادرای طالب ما از اون طرف خط دیورند از زیر کنترل آیسای پنجابی بیاین داخل افغانستان. این برادرها باید قدر شوند
و این مردم افغانستان از جلال آباد تا تورخم در دو طرف سرک صف زده شوه و این خودم اولین کس خود بودم کجا برم، چیزی که دارایی دارم، حتی خانه مانک داریم و برم مفروشیم به اصطلاح میریم که امی مشکل ملی افغانستان حل شوه، اینا بیاین به یک شان و عزت افغانی یا تقدیر شوند که دوباره در پروسه شامل شوند. این ماده اول. ماده دوم، دولت امریکا و ناتو چند سال پیش پیشنهاد کرد که ما یک پلان انکشافی اقتصادی در دو طرف خط دیورند را باید به وجود بیاریم. من میگم او یک موضوعی است که هنوز هم اسارت است و افغانای ما را میکشه، آیسای پاکستان. من میگم که این باید گپ زده شود بین دولت افغانستان، طالبان و دولت امریکا و اروپایی ها، ناتو. یک گارانتی، یک فند، یک پول گارانتی شده در یک اکاونت برای برادرای طالب ما از 2 بیلیون تا 3 بیلیون انداخته شود. شما ببینید مصارف امریکا را هر ماه چقدر مصرف میکنه. این 2 بیلیون یا 3 بیلیون در یک بانک اکاونت انداخته شود، زیر کنترل خود طالبان باشه، با کنترل ملیگرای دولت افغانستان، کسایی نباشه که خائن دوجه باشه. و این طالبان که در مناطق که میاین از چون دایم جنگ کردن، در این مناطق ریهابیلیتیشن، یعنی دوباره از نظر صحی این مناطق آباد شود، از نظر مکاتب، از نظر جایی که آشه و زندگی کرده بتانن اینا و اینا آیندهشان تامین باشه. شما ببینین که طالبایی که برادرای طالب ما که میای اسلحه را در زمین میمانن، او را میره در سر شانش یک چپنک اندازن. فضا جان اگر یک 5 دقیقه مرا وقت بتی بسیار زیاد مهم است. شما ببینید ما برادرای طالب ما دیدیم که آمدن در پروسه صلح یک جا شدن، یک چپنک بندازه، برادر طالب جیبش خالی، ای زنش کی نانو بته، ای اولادش کی نانو بته و کل اون مناطق میفهمه که این آدم طالب بوده. این شرایط زندگی از این شروع تامین میشه. به این اساس امی شورای صلح ناکام ماند. برای او میگن که ما بیایم خوب که تو بیا که ما گپ بزن چی رو گپ بزنم؟ خو اینا گپ زدم ما میایم در افغانستان چی میکنم؟ باز اونم گداییگر هستم. ما در کمپ قنبر که رفتم، افغانای غیرتمند ما، افغانای مجاهد موجه آمده بودن، پشت یک لقمه نان کریاب بودن. ما اولین کسی بودم در اونجا، ما رفتم فیلمگیری کردم در زمان انتخابات یا ریاست جمهوری، اولین انتخابات ریاست جمهوری ما فیلمگیری کردم. اونجا دیدم که افغان ما چقدر ذلیل شده. خب دو مادر گپ زدیم، یکی یا بسیار قدر شوند طالبای ما توسط مردم افغانستان، توسط بیادرها خوارش. دومین بر اینا یک فند تیار شوه، گارانتی شوه، ای باید تصمیم گرفته شوه خودشون کنترل کنن یا ای باید توسط کی کنترل شوه، خودشون باید تیر کنترل کنن و این پیسه پولا را در قسمت رشد و ترقی اقتصادی و اجتماعی خود و اولادها و فامیلای خودی یا با مصرف رسانن یا چیزایی که اونا فکر میکنن از نظر اسلامی، اعمار مکاتب اسلامی، اعمار مکاتب که خود از اینا هم در مکتب نرفتن، چرا عمرشان در جنگ تیر شده.
سوم گارانتی شود که از طرف جوامع بین المللی کمک‌های صحی و سایر کمک‌ها برشان دوام داده شود. یعنی تو نشوه یک دفعه که یا بیاین اونجا باشون کمک شوه، کمک هم نشه خود $3 بیلیون زیاد است. این من فکر میکنم که دولت امریکا با زودترین فرصت را قبول میکنه برای حل مسئله امی طالبا. اگر نکنه این باید ما تقاضا کنیم از برادرای طالب خود و اگر اونا این قبول کنن ما حاضر هستیم که کچان کمک کنیم. یعنی ادامه کمک های مالی برای برادرای طالب. برادرای طالب داخل افغانستان بیاین در پروسه ریاست جمهوری شرکت کنن، کمک کنن. ماده 5 بخیالم در جریان ریاست جمهوری این تعهد شود که برادرای طالب ما اونا رول در دولت داشته باشن. چطور؟ مثلا 3 چوکی برای برادرای طالب ما گارانتی شود. طالبای روشن فکر ما، او کسایی که بر طبق اساسات دین مقدس اسلام حرکت نمیکنن و من نمیگم، کسایی که روشن فکر باشن به اینا 3 چوکی در دولت آینده افغانستان گارانتی شود. 3 چوکی: وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت عدلیه. 3 چوکی: وزارت داخله، وزارت دفاع و وزارت عدلیه. چرا؟ قراره که ما تجربه داریم، هر چیز روی تجربه و کار عملی. ما با می اساس کسایی که در دیورنجرگام کار میکنن اما فعالیت عملی از اینا رو من میبینم که ما انشاءالله معاون دیورنجرگرم اعلان خواهد کردم. دوباره وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت عدلیه. چطور؟ وزارت داخله اونا در قسمت با وجود آوردن امنیت فوق العاده استعداد دارن. این کار طالب باشه، برادر طالب ما، او وقت عزیز ما. وزارت دفاع شما میفهمین چرا. وزارت دفاع و وزارت عدلیه همی غاصبین، همی کسایی که حق مردم میخوره و چور و چپاول، تعرضات جنسی، ای زر کوکنار، ای مافیای درگ یا میتونن چطور همی 3 وزارت درشان باشه یا میتونن کل فصل کنن یا از بین ببرن. اما همشیریم که در تلویزیون خطاب شد، تلفن کرد و راجع به طالبا گفت او شرایط فرق میکرد. همشیره حال با اینا مسئولیت های ملی و ایمانی خود در دست داشته باشن. او چرا که او وقت طالبان زیر کنترل، یعنی ما تا جایی که من 1997 ما در پاکستان چکر رفته بودم یک دفعه دیدن خویشاوندا، اونجا دیپوی اسلحه در جلال آباد کفید، سرحد واز شد، تمام موترهای پاکستان رفت. در سرحد پاکستان ما بودم دیگه. این طالبایی که در افغانستان میان منازع از ارتباط با پاکستان، آیسای پاکستان. در مقابل طالبا تعهد کنه که حدود لیمیت خود مراعات میکنه. یعنی تو نشه یک دفعه که طالبای چکی‌ها را گرفت باز گدودی را به وجود بیارن. تعهد کنن از نظر قرآنی، از نظر افغانی اسلامی، تعهد کنن که
ما اینمی چوکی ها را پیش میبریم، اینمی چوکی ها را ما زیر کنترل ماست، امی وظایف ما انجام میدیم تا وقتی که مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری به اینا رای بتن. به این معنا که وقتی که اینا در افغانستان میاین، حزب طالب، حزب دینی طالب در افغانستان ثبت و راجستر شود و مردمی که بخواهند که در حزب طالبان برن در حزبش. اگر تعداد کثیری مردم افغانستان در حزب طالبان شامل شد، خود طبعا اونا ریاست جمهوری رو میبرن. اگر اونا از نظر انتخابات برده نتونستن، این سه چوکی تا زمان باشه که افغانستان مشکلش به کلی حل شود. خطری که ما داریم از همسایه‌های خود که عبارت از پاکستان و ایران است و این مشکل حل شود. طالبا گارانتی کنن، طالبای افغان البته گارانتی کنن که از روز اول تمامیت ارضی افغانستان، حاکمیت ملی و در به وجود آوردن یک افغانستان واحد مسئول باشن. ما امیال شنیدیم و این مرا بسیار زیاد خوش ساخته که تماما طالبا سر دو پای ایستاد شدن که خط دیورند باید حل و فصل شود. یعنی وقتی که ما ایره شنیدم یک چند روز پیش که پاکستان در حراس شده که تماما برادرای طالب میخواهند که خط دیورند حل و فصل شود. شما برادرای طالب وقتی که این طرف خط دیورند میایین، همون گارانتی خط که ما ذکر کردم برای شما، یعنی به شما خانه و یا شما باز دو خانه می داشته باشین، دو خانه. وقتی که بخیر خط دیورند از بین رفت، شما هم در اون طرف خط دیورند خانه دیگه تان است که شما میتونین پس در اون طرف خط خانه دیگه تان برین و ما میتونیم اونجا که ما بخیر بیاییم همو بندرهای خود به دست بیاریم، بندر خود که از نگاه واردات صادرات برای مردم افغانستان آزاد شود و شما و از نظر رشد اقتصادی و در این حال مردم افغانستان یک بیج داشته باشه، بحر داشته باشه. اگر این کار شود، چرا در 12 سال شورای صلح موافق نشد؟ 150 میلیون سال مصرفش است. بر از این که این طرح از شورای صلح روح نداشت، چیزی نداشت که طالبا با او علاقمند باشه. بیایی طالبا، بیادرای طالب ناراضی، بیاین مثل که در جاده استاد میشین میگین که بیایی اینو بخورین، بیایی بدر. تو فکر نمیکنی که از تبنگی که داری ما پیسه دارم ندارم؟ بیایی برادرای طالب، برادرای ناراضی ما، بیاین یک نفر دو میز شیشته که شکم پنیده میخواه کس کل که پیسه را جیب خود پرده. برادرای طالب چطور میشه؟ ما نمیخوایم که بعد کس را بگویم، چون این ماه مبارک رمضان است، ما روزه دارم، گرچه ما سفر هم کردیم 3 بجه شب ما رسیدیم دیشب تا که سحری کردیم، به اصطلاح استراحت کردیم، خواب هم نکردیم، کل شب در سفر بودیم. به اصطلاح اگر کدام چیزی غلطی های میشه شما ببخشین. به این ترتیب ما فکر میکنم که یک راه عملی است. کسی را میخوایی، یک آدمی که هیچ چیز در دنیای خود نداره، هیچ چیز. شما ریفیوجی ها را ببینین از ایران میان یا از اون طرف مناطق دیورند ما میان، که زن اولاد سر یک خرک کالاشون بار است، میان که ما افغانستان آمدیم، در وطن خود آمدیم. هیچ چیزی نه. 100 روپیه ملل متحد میده. تو برو در افغانستان، شما برین در 100 روپیه شما ببینین که چی را خریده میتونین، چی کده میتونین. خب یک روز شد او را روغن بخره، او را آرد بخره، او را گوشت بخره. گوشت خب بیچاره کی میبینن در افغانستان؟
ما سر شما کرزی صاحب صدا میکنم، سر برادرای طالب ما صدا میکنم، مردم افغانستان. یک کاری که ما میکنیم باید خوبی مردم ما در اوجا در نظر گرفته شود که ما فکر میکنم امی پیشنهاد بهترین پیشنهاد است. امریکا حاضر است که پول نقد بده به حیث یک فند برای آوردن مجدد طالبای ما داخل افغانستان و ما میتونیم امیر عین فلسفه را برای ریفیجی خود به کار ببریم و برای کسایی که توان اقتصادی نداره، گداییگرا. شما ببینید افغانستان چقدر گداییگر است. اما این کار باید توسط اشخاص، کمیسیونی که تیار میشه از طرف افغانستان، اشخاص ملی باشه، اشخاص غرضمند نباشه در او کمیسیونی که کار میکنه و از خود نمایندای طالبا اشخاص باشه که اونا میفهمن که ما در قسمت چیز گفته نمیتونیم، برای اونا خودشان شرایط خود بهتر میفهمن و طرف مردم افغانستان اگر خدمت این جانب قبول کردن در قسمت به دست آوردن کمک ها از امریکا و از ناتو، یا من شخصا حاضر هستم به حیث خدمتگار خاک و خدمتگار وطندارای خود در این قسمت ما همکاری کنم و همین مشکل ملی خود حل کنیم. اگر این مشکل ملی حل شود، ما نمیخوایم، ما خودم یک دقیقه نمیخوایم در امریکا زندگی کنم، پس افغانستان خود میریم. ما در موجه کتازی برادرها کار خواد کنیم و مشکلات حل کنیم. شما ببینید که اولادای طالب، برادرای طالب در اون طرف کلش در خاکا بازی میکنه، یا شهید میشن یا در خاکا کدام آینده نداره. شما ببینید که اولادای پنجابیا هر کدامش در فاکلتای لندن، پاریس، امریکا، اروپا مصروف به تحصیل است. مثلا جنرال پاکستانی میگن کشتکارش گفته کشتکش در پاریس بود، کجا بود؟ برای تحصیل مصروف است. میفهمی؟ او برادر طالب، او زما گران وروره، تاسو پوهیږئ دغه پیسه چې پاکستانی جنرال مصرفوي، دغه پیسه د افغان ونې نه راغلی ده، ستا ونې. تاسو پوهیږئ هغوی ماشومان په اروپا کې تحصیل کوي، ستا ماشومان په خاوره وژل کیږي، هیڅوک هغوی باندې توجه نه کوي. دا په پامه ونیسه. ما میریم به یک اعلان تجارتی، بازی موضوع رو ما گپ میزنیم، دیگه موضوعات دیگره.